سلام دوستان عزیز، محمد عیسی مطهری هستم از ولسوالی مالستان. خوش آمدید به چینل عیسی مطهر. چینل من به نام عیسی مطهر است که حدود چند ماه میشه فعالیت کردم و شما خواهشمندم که چینل ما را لایک و سابسکرایب کنید و ما را حمایت کنید. میریم به یک ویدیوی کوتل شاه منصور که تازه تونل با شروع به فعالیت کرده، میخواییم که با هم ببینیم. و این کار کوتل شاه منصور حدود 1 سال میشه که شروع شده و تازه کوتل را میخواید که بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان و هموطنان عزیز، سلام. امیدوارم که جور و صحتمند و سر حال باشین در هر گوشه و کناری که هستین. من یک محمد صادقی هستم. دوستا، امروز آمدیم در کوتل شاه منصور و یک گزارش میخوایم از کار تونل که اینجا شروع شده در کوتل شاه منصور داشته باشیم که این از چی وقت شروع شده، چقدر بودجه داره. در کنار از ما مامور صاحب است که اول میخوایم همراه مامور صاحب معرفی شیم. سلام علیکم مامور صاحب، خوب هستین؟ بخیر؟ سلامتین؟ خوبه. تشکر، سلامت باشی. رمضان رستا هستم، مامور لیسه قابجوی و هم چینل یوتیوب دارم به نام رستا میدیا شاه منصور. درسته. بله. مامور صاحب مشک در مورد از این تونل یک جزئیات بدی بخش بینندای از ما که این کارش از کی شروع شده و چقدر بودجه داره، از کدام قسمت از این کوتل شروع شده، کار از این سرپرستی از این کی به عهده داره. مشا لطف کنی همین چیزا رو در بینندای از ما گزارش بدی. خب، در گام نخست سلام خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت بینندگان عزیز چینل یوتیوب دلبر میدیا و رستا میدیا شاه منصور. خدمتتان عرض کنم که کار تونل کوتل شاه منصور طوری که شما شاید در تصویر مشاهده کنین یا بعداً ببینید از او طرف شروع شده. درود به انجینر نجر که بسیار زحمات بسیار برای مردم ما و برای مردم پشی زحمت میکشه و این کوتل را حدود 2 سال میشود که کار میکنه. نجیر تمام تصمیمی که است مربوط به خالق نجیر هست و بعدا تصمیم خالق نجیر عوض شد. درست. به خاطر از این که گفتن که او منطقه بسیار نزدیک گیرویه و از اونجا همیشه برف کود منه و این سرک بند میشه دیگه. بعد از او جای زور تقریبا به اندازه یک 20 متر این طرف سمت چپ آوردن که فعلا در اونجا کار شروعه. در رابطه با بودجه ازی فعلا بودجه معلوم نیست. یک برادر عزیز ما از منطقه پیگه، فکر کنم خانش در کابل و اینمی ماشین کمپرسور را یا ماشین کمپرشل امرای یک دانه پیپ چرا واده شده دیگه. اینمی دوستان عزیز، گزارش رستا میدیا و گلدن تایم را دیدین که مسافرین عزیز که در کشورهای خارج هسته و مردمی که داخل قریه هسته و باید کمک های چی کم و چی زیاد باید برای این کوتل پرداخت کنند تا این کوتل را شود برای خود مردم ما، برای سرزمین مالستان و مردم پشی و شرداق و ارزگان بسیار یک راه حیاتی و با اهمیت هستند. و بودجه که آدم جمعونه حتما به آدرس خالق نجیر میه و همچنان سروی و نقشه و تمام برنامه های از مربوط خالق نجیره دیگه با مردم منطقه، البته با کدام شورای. این کوتل یک مسئولیت بسیار کلانی و حیاتی است که مردم هیچ کس به عهده نگرفته. تنها کسی که آمده این کوتل را به عهده گرفته خالق نجیر است که از منطقه جاغوری است. آمده برای مردم پشی و مالستان و ارزگان میخواهد این راه را برای زمستان و تابستان آغاز کنه و راه حیاتی باشد برای مردم سرزمین مالستان و ارزگان. اینجا آوردن یک دانه بیل چینی در اینجا بود که مو آورده بودی سرک کار میکردی و اونمو بیل چینی را انجینر صاحب خالق نجیر کرا کرد. در حدود 3 روز کار کرد که اینمی سرک را کار کرده دیگه. اونمو جایی که برای شروع تونل آمادش نه اونمو رو کار کرد. بعد از او تل خلاص شد و او کار هم نیم کاره مند بیل رفت.
دوستان عزیز دیدی که دوستان مدیا گفتن که خالق نجیر به هیچ کسی مشوره نکردن و مردم پشی در جریان نیستن. مردم مالستان و ارزگان چندین بار خالق نجیر آمدن، مردم را جمع کردن و مردم هیچ حمایت نکردن از خالق نجیر و باید هر خانه اگر بتواند توان کمک داشته باشند باید از 100 روپیه تا 1000 کسایی که وضع مالیش خوب است میتونه که 1000 کمک کنه، کسایی که نداره مثلا 200-1000 کمک کنه تا ایران را کارش به اتمام برسانه. دیگه تنها خالق نجیر نمیتونه که کار را پیش ببره و کار تونل را تمام کنه. آخر مثلا تقریبا دومین گلایی از طرف بال اگه حساب کنی است، بله. چطور از پایین شروع نکده؟ خب این البته از طرف پایین زمینه سوراخ کردن یا مثلا زمینه تونل زدن وجود نداشته. درست. فقط این منطقه که به حساب یک مقدار شیبش بسیار شدیده، سرنشیبیش بسیار شدیده، اونا البته لازم دیده دیگه. نظر به مو شکل فنیش دیگه ما نمیفهمم، از این منطقه شروع کرد. درست. به نظر شما این کاری که یال فعلا شروع کرده معیاری و انجینیری پیش مره یا که همونطور از دل خود کار مونه؟ و این مسئله مربوط خالق نجیر حتما به شکل فنی به شکل انجینری تونل به پیش مبره، چون این کار شوخی نیست، کار به حساب کردکی و دهقانی هم نیست و این نیاز به یک انجینیر فنی، نیاز به یک نقشه کشی و به حساب یک سروی فنی و نیاز به ایدره که باید به شکل بسیار پیشرفته و مدرن کار شنه. بله. به نظر از ما فعلا در دیگه جای افغانستان بلد نیستم. یک تونلی که در سال 1339 توسط روسا در سالنگ زده شده و بسیار هزینه بالا رو برده و بسیار به شکل پیشرفته کار شده که این سال 1339 تا به حال او تونل به جز از اینکه قاف سرک یعنی روی سرک خراب شده در اثر جنگ ها، البته رفت آمد تانک ها و چیندارا او خراب شده دیگه. سقف از او بسیار فعال، آماده، بسیار نو معلوم میشه، بسیار قویه دیگه. او تونل اوله، این شاید به نظر من تونل دوم خواد باشه در افغانستان، در سطح افغانستان، یا تونل سوم شاید باشه. درست. دیگه حتما این لازمه که به شکل فنی و انجینری کار شنه و تصمیم هم برای این انجینر صاحب خالق نجیر هم تصمیم داره که به شکل فنی به شکل انجینری بسیار مدرن و عصری باید تونل کار شنه. مامور صاحبی تونل بخیر اگر کار شود، کارش در آخر در پایان برسه، به نظر شما آیا مشکلات مردم را که از سابق از طرف گیرو سرک بود مشکلات را کمتر مونه که تونل اگر راه بفته؟ خدمت عرض کنم که مشکلات مردم اول خود توسط اینمی سرک تقریبا 50% حل شده. درست. به خاطر از اینکه این سرک خب ملک پشی خامخا زمستان سرد داره، از طرف زمستان گفت از ما مردم که غول زمستان امکان داره که برف بگیره. کوتل شامسل فعلا هیچ بودجه‌ای که مردم پرداخت کرده باشد یا مسافرینی که در خارج است پرداخت کرده باشد هیچ بودجه‌ای فعلا نیست، نه مدیر مالی داره و هیچ چیزی برای کمک یا کار کوتل شامنصور نیست. باید مسافرینی که در خارج است کمک کنه و کسایی که در منطقه است از خانه 100 روپیه تا الی 500 1000 توان مالی داره باید کمک کنه. حدود 300 خانه در خوابجوی است، حدود چند منطقه در پشی است، خانه 500 که کمک کنه خیلی پیسه میشه برای کوتل شامنصور. بسیار برف استاد میشه دیگه. وقتی که این تقریبا 300 متر از پایین که مردم رفت آمد کنه، موتور رفت آمد کنه، حتما تاثیر بسیار زیاد داره و مشکلات مردم در حدود 80-90% حل کنه. بله. سلامت باشی مامور صاحب. دیگه دوستا قد از ما باشین که بریم در مو ساحه که یال فعلا کار جریان داره از اونجا هم یک ویدیو ثبت کنیم. قد از ما باشین دوستا. تشکر. دوستای عزیز، اینی قسمت هایی که شما در تصویر مشاهده منین قسمت های سرک تونل کوتل شامنصور است که طبقی که پیشتر هم گفتم اول قرار بود که از این قسمت که بیل زده از اینجا کار شروع شنه، به خاطر که از این ساحه گیروی کوتل زیاد از قول آقای اخلاقی صاحب که میگه زیاد برف کوچ برف ریزه داره،
تصمیم انجینیر نجیر صاحب عوض شده و کار از این تونل، این از این قسمت فعلا کارگرها کارمون از این شروع شده. دوستان از این نظر شما درباره این پروژه کلان حیاتی مردم مالستان چی است که سال گذشته کوتلی که بالای طرف پیتاو کار شده بود و فعلا کسته تونل رو کارش آغاز کرده. نظر شما چی است؟ نظر خود را در کامنت بنویسید. خود دوستای عزیز، در کنار از مو یکی از نفرایی که در اینجا در کار تونل کارمونه قرار داره که میخوایم اول امرای از این دوست عزیز مو معرفی شونیم و از کارها یک سری جزئیات سوال کنیم. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ بخیر؟ خوب محترم جوید، بخیر خیرت دارین؟ سلامت باشی، تشکر باش در این طرف از تو با ما. برادر عزیز میشه که معلومات بدی بخشی از ما که از چند روز میشه که در اینجا در کوتل شامسور مصروف کارین؟ اینجا 16 میزان، روز 16 میزان این کوتل هم ده کار شروع کرده، بخیر کار شروعه. آره 3 نفر این امروز هم 4 نفر به خاطر که کار پیک، یک نفر باید پیش پیک یک مساف کنه. بله بله. دوی دیگه تا تم خاک دور بر کنه. چطور است برنامه کاریشم روزانه که چکای این چه قسمیه؟ روزانه فعلا کسا روز 3.5 ساعت پی روزانه. آره صبح ساعت 7 تا 7 باید خود خبر شین تا ساعت 4.5 بگار بچه این سر کار باشید. دستگاه کمپرسول از خود انجینیر ساخت؟ بله بله، دستگاه انجینیر خود انجینیر آورده از بابا خریدارش در 60,000 که 61,000 اوانی خریدارش داره. نه دستگاه کست از کوتل. دستگاه مال خود کوتل؟ دستگاه بله، یک برادر به نام آقای اخلاقی که خانش فعلا در کابل است پیگه. بله. اونم آدم 60,000 افغانی دیده این دستگاه را به حساب از پلوتون بابا خریده و در 3,000 افغانی بود انتقال داده اینجا ورده. دستگاه مال کوتل شخصی از خالق نجیر نیست. مدیر صاحب میشه که بخش بینندای از ما معلومات بده که آیا کار از این کوتل امسال با مثل 4 نفر که فعلا کارمونه پیش مره یا که قرار است نفر اضافه شنه؟ چطور؟ خدمت عرض داشته باشم که کار از این کوتل را ایر ما پیش بینی نمیتونم که امسال خلاص میشه یا سال. دوستان نظر مامور را شنیدید و نظر بیننده هایی که در گزارش دیدید که دوستان عزیز باید ما دست به دست هم بدیم تا این کوتل شامنصور باید راه شود و خیلی طول کشیده، در حدود 2 سال می شود که بودجه کم بوده و مردم کار نمیکنه. باید ما مردم مالستان باید دست به دست هم بدیم تا راه ما راه حیاتی و راه صعب العبور باید ختم شنه و راه خیلی خوب برای مردم برای نسل های بعدی تمام شود. مقدماتی دیگه فعلا کدام بودجه اضافی نداره، فقط یک دوست عزیز ما نمیشناسم مربوط خالق نجیره دیگه اونمو وعده شده در حدود 26 متر یا 25 متر او کمک منه که این تونل را کار کنه. دیگه از او به بعد چی بر ما معلوم نیست که بودجه وجود داره یا نداره، خیرین همکاریش قبلا شده یا نشده ای بر ما معلوم نیست. از قراری که 3 نفر 4 نفر کارگری را استخدام کرده با گمانیم که این بودجه فعلا درک نداره دیگه اینمیتر کار کرده مرق تا ای که در جریان کار بودجه باید اگر بودجه آمد در قسم که پیشتر گفتم کار از 2 سمت کوتل شروع میشه. بله مامور صاحب میشه که بخشی از ما معلومات بدی که
امی طول امزی تونل چند متر است؟ ایرا دقیق متر نشده، دقیق معلوم نیه. در حدود 300 متر خالق نجیر تخمین کرده که 300 متر احتمال داره که باشه. خب شکل از این فعلا همین قسمی که آقای اخلاقی قصه نه، فعلا تونل عرض از 1.5 متر و ارتفاع از هم 2 متر. 2 متر بلندی و بله، عرض یا پرشی در حساب یک. دوستان عزیز، طبقی که در ویدیو میبینید که این دستگاه انجینر خالق نجیر حدود 60,000 افغانی خریده از بابا و فعلا 4 نفر کارگر داره و با بیل و کولنگ و با این دستگاه کمپرسور کار میکنه. تا اول کار است فعلا با این 4 نفر آغاز کرده، اما شاید در آخر نفر زیاد شده باید تا که کار با بودجهش هم زیادتر شده و تا این کتل را کارش ختم کنه. توسط گاردی، توسط دیست دیگه در نظر موضوع بعد سنگین میشه کارش. بله. آقای اخلاقی صاحب، به این قسمتی که شما فعلا کار مونین، همین قسمتی که یالی قرار است تونل چنه، یالی فعلا خاک از او چه قسمی است؟ سنگ، کوریه چه رقم؟ سنگ بالایش کم بالایش تقریبا بر فعلا که ما جر میزنیم تا پیش چیز صاف کنیم تونل ده. بله. مثلا که انجینر نجیر گفته که این دامنه یک جر دین که تا بالایش به 6-8 متر ارتفاع پیدا کنه کو سروکیت پختگی خود برسونه. درسته. بالچی بر فعلا 1 متر خاک ازش از سنگ این مال که پیکار نه سنگ. درست. خب تشکر آقای اخلاقی از اینکه وقت خود در ما دادی و ما مزاحم شدیم. مامور صاحب اگر کدام گفتنی در اخیر داشته باشی کامرا در خدمت. خب عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز چینل یوتیوب دلبر میدیا. وقت اطلاعی بخشش باشه، چینل یوتیوب وقت اطلاعی و چینل یوتیوب رستم میدیا. سلام مجدد عرض نم و از تمام خیرین. دوستان عزیز، ویدیوها را تا آخر دیدین و گزارشات ما را شنیدید. مردم هم تازه کار شروع کرده و بودجه هم نیسته و تا شکر که تا آخر با ما بیننده بودین و ما را لایک و سابسکرایب چنل ما را حمایت کنید تا ویدیوهای بعدی برای شما ویدیوهای خوبتر و بهتر بسازیم. تشکر. تا بیننده و یک جبر طبیعی بسیار فوق العاده را بالای از مردم تحمل مونه. از طرف زمستان خیلی مشکلات ایجاد مونه و مردم از راه های دیگه، مثلا از راه زمین شرداغ، از طرف گلوی شرداغ، از او جای رفت آمد نه که بسیار هزینه بره و فاصله از اونا بسیار زیاده دیگه. اگر اینمی بخیر به همکاری از شما می تونل کار شنه دیگه، این بسیار مشکلات بسیار بزرگ رفت مونه. بنابراین ما از تمام خیرین عزیز خواهش نم که همکاری نقدی خود امرای از این کتل ادامه بده و این تونل را به حساب حمایت کنه، پشتیبانی کنه تا باشد که یک خدمت بزرگ برای نسل های بعدی و برای مردمی که فعلا در این سرزمین زندگی نه خدمت بسیار بزرگی بوده باشد و همچنان از ثواب از حساب معنویت از هم شما برخوردار شوین. تشکر از توجه هر یک شما خوبان. سلامت باشید. خب دوستای عزیز، این بود گزارش امروزی از ما از کار تونل کوتل شاه منصور. تا گزارش بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدار همه